مرحمت خانم جان. من نمیخواهم، تشکر. لبه. الو شرف، کسی را یافتم که امینه را دیده است. چی؟ چی شد است؟ چی شد؟ کسی رو یافتن که امینه را دیده است. خدایا صد شکر. مایلش ما حاضر میاییم. نه آمدن ضرور نیست. اگر یگان چیز فهمم خودم به تو زنگ میزنم. آها. ما را خبردار کن حتما. لازم شود ما زود میاییم. خوب است. شرفو چی گفت؟ کی دیده است و در کجا حالش خوب است؟ نمیدونم، فهمت زنگ میزنه. خدایا مرا به دخترم رسون. لیکن به یاسین چیزی نگویید. یاسین راست میگویی خیریدین. اگر امینه را یافته بیارم بر خدا ایدی هر که میشود. خانم جانا، خدا دعاهای ما را قبول کرده. نشه حق بود. در طول حیاتم خودم را مغلوب ناشونده میپنداشتم. به کسی سر نمی فراوردم. همه در نزدم به لرزه می آمدند. غالب بزرگ. در اصل غالبی ناتوان بوده است. به فرزندانم ناتوانم. معلوم می شود که قوتم را از شما می گرفتم. کاش وقتی زنده بودنی نشه این را درک میکردید پدر. مرا بخشیده می توانید. کوشش میکنم لیکن برای شما نه، برای خودم. خیلی غضب آلودم. اگر دلم همین طور در زیر این وزن نیستد دردمند نشود. طوفان آن مکان را از خود کرده بود. من هم یک چند کودک را برای ترساندن فرستادم. آنها بین خودشان جنجال کرده سوختار را به عمل آوردند. برای بردن کودک ها می آمدم. ناخواست دیدم که یک خانه سوخته ایستاده است. از دور نظارت می کردم. ناخواست از پس خانه سوخته ایستاده دخترچه برآمد. کلویده راه می گشت. به ناگاه افتید. ای کنی بیا. اما بدتر ترسیدم. دردی سرم می شود گفتم و او را در سری راه گذاشتم. ای چشمانت را کشا می گویم. ای جای گذاشتت را در خاطر داری؟ شاید یابا. سلیم ماشین را آماده کن، رفته میبینیم. خوب شد رفیق کمیسر. گوش کن، به من دروغ نگوی، فهمیدی؟ قسم میخورم راستش را گفتم. تو اینجاییست. الان در همینجا گذاشته بودم. چند بار کوشش کردم تا بیدار شود، لیکن شاید مرده باشد گفته ترسیده گریختم. رفیق کمیسر، در اینجا کامرای بی خطری هست، اما سلیم
نوارها رو از نظر گذرانید. ببینیم راست میگفته باشه. مایلش کمیسر، تو با من بیا. شرف، چرا امیر زنگ نمیزند؟ شاید ما به نزدش رویم. بیا با او خبر نرسونه فریده. مام کارش رو کند. یاسین فهمد زیق می شود. یک طرفی دلم میگوید که امینه را یافتیم، اما طرف دیگرش باشه. فکری بد نکن فریده. همش خوب می شود. برای یاسین یگان امیدی بود مگر بین صحت و سلامت در برمان است. امینه هم یافت می شود. امروز ایدی ما از فریده. بازگشت به حیات نومان. تو اکنون نه از من و نه از امینه امیدت رو نکن. چیکار کردی سلیم؟ ثبت اون روزه کامera رو گرفتم. کده؟ ساعتهای چند امینه را گذاشته بودی؟ با فکرم بعد از نصف روزی بود. انیخش رو نمیدونم، لیکن تخمینا ساعتهای 3 یا 4 بود. دیدید راستش رو گفتم. خب لیکن امینه را کی برده است؟ نه رقم ماشین معلوم است و نه رویشون رو دیده می شود. جن زند. خیر اکنون چی کار میکنی؟ دخترم رو چطور میابی؟ از روی تمغه ماشینی که امینه را برده است کوشش میکنیم که آنها را پیدا کنیم. این با سوزن چاق کندن رو میماند. میدانم اما در دستمان دلیل دیگری نیست. دیگر کاری کرده نمیتوانیم. مادامی بردن چرا نمیارن؟ امینه سراغای خانه را میگفت. باید کایها برگشته در خانه میبوده. ای خانم نباید کمی آرام شوید. هیچ نباشد در کوچه نیست آخر. خدا پناه دهد اگر آن کودک دزدا میبردند. خدا نشانه دهد. در نزدش یک زن رو دیدم گفتی امیر. دلم کمی آرام شد. اگر اون زن کمی مهری مادری داشته باشد دخترم رو خوب نگاه میکند. خدای خودت امینه رو در پناهت نگه دار انشاءالله. تو که با آدمانی مهربان همراه باشد. مادر جان بیاید رویم. من شب به کار میبرایم. فریده اگر خوی تو رو هم به بیمارخانه برم. زمان تکش خودم میبرم. من رفته یاسین رو بیارم. ایستید ینگه من خودم میارم. خیر مایلش اتیلا بیو میرویم. شبی خوش. تا باز دید. میرویم. شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. عیدتون مبارک. خدا میداند در سرت چه فکرهای بد داری. چی به توی ثابتی هم؟ پینار تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ شرف جان گوش کن. از گفته هایت پشیمون میشوی. پسری خودت را از خودت دور نکن. پیش از آن که شرمنده شوی از اینجا رفت. مگر آبرویش مانده است؟ دیگر تمام. میفهمی؟ تمام. شرف رفتیم فریده. بیا پسرم. بیا پسرم. رفتیم. شرف فریده جانم. تا باز دید جانم. تا باز دید. شب بخیر. شبی خوش. نغز مانید. به درون دارید مادر جان.
چطور به عقیبش نگاه نکرده رفته؟ میگویند که در هر بدی خوبی هست درست بوده است. ینگم با شرف آشتی شدن. اگر باز امینه هم یافت شود خیلی خوب میشد. بخیر می شود پسرم، بخیر می شود. کودک همی کل است. علاقه ناعیانی بین پدر و مادرش می سازد. تمام شد میگویی، لیکن باز از نو سر می شود. به خانه‌مون باز خرسندی آمد خیریدی. با آمدن یاسین چهره هایمون گل برین شکفت. اگر باز امینه جانم پیدا میشد یک عائله خیلی خوشبخت میشد. انشالله. شب خوش پسرم. شب خوش. رفته. سامان تو کودک ها را دوست می‌داری همینطور نه؟ بله. به فکرم اگر کودک خودت باشد باز بسیارتر دوستش می‌داری. من پدر شدن میخواهم یاسمان. امیر تو چه ها میگویی؟ مگر احوال مرا نمیبینی؟ آیا من برای مادر شدن آماده هستم؟ آخر من حتی خودم رو نگاه بین کرده نمیتوانم. یاسمان این برای هر دویمان هم خوب می شود. آخر برای به پا خیستنت بهترین سبب خواهد شد. تشکر جانم. یگان چیزی مهم است؟ نه. آی التماس جانکم به من سچاق رو نمیاری؟ حاضر میارم. یک پیاله آب هم بیار. خوب شد از جانم. زحمت کشیدی. مرحمت تشکر. جانکم. فریده فکر کردی به خونه برمیگردی؟ این چیست؟ صد شکر. روز بخیر. مرحمت. یک تست دینکا سپرده بودم برای گرفتن جوابش آمدم. نامتون چیست؟ شرف افیگل. لعنت بود به همتون. مرحمت گیرید. مادر جان به خونه می رویم؟ با پدرم آشتی کردید کو؟ می رویم. آشتی کردیم. دیگر جنگ نکنید میلش. من و امینه بسیار زیق می شویم. میلش. وعده می دهید؟ وعده می دهم. شما از پدرم جدا نمی شوید؟ جدا نمی شویم.
چی؟ شرف به بیمارخانه آمده است. کمی دیرتر دومیگو سالکنده می شود. نفسهایی و شمارت مانده است. چیزهایت را جمع کرده انگیر. پدرم برای بردن ما میآیند. ما به خونه میرویم. مادرم هم میروند. یاسین ما رو ببخش. هیچ گپ نه. خرج نکن. زودتر تشکر. پدرم کجا شدند؟ حاضر میآید پسرم. شرف باور کن چنانی که تو فکر میکنی اون طرف نیست. بیو جانک گریه نکن. شد جانکم. انا دیدی هممون رو بهوده زیق کردی. گریه نکن جانکم گریه نکن. پینار چرا چیزی رو به خاطر ندارم. بیا پسرم. گناه این کودک چی بود؟ گناهی من چی بود؟ چند روز به من چه عذابهایی ندادی. مرا در نزد همه از در بیرون کردی. شرف اید را زهر کردی. تو چی پینار؟ حیاتی مرا زهر گرداندی. شد پسرم شد. تمام. میگویند که این بیمارخانه شخصی خودش بود. تو با اونجا رفته بودی؟ نه. Rüzgar esip geçer, kırık
جوابی تشخیص برآمد. بله مرحمت. تشکری زیاد. بیارم. همه آمدند. خوش آمدید. فریده و یاسین در کجایند؟ با بیمارخانه نرفتی پسرم؟ آنها رو کی میاری؟ یا اینکه کودک از تو بوده است؟ تو چه کار کردی شرف؟ چه کار کردی؟ آن وقتی ناامیدی های ما بود ما فهمیدیم، اما با آن کودک خردسال چطور میفهمیدیم؟ چطور به اون میگفتیم که عذاب گناه های ما را میکشه؟ فریده چی؟ باری دیگر باور کردم گفته که میداند چقدر عذاب وجدان کشیده ایستاده است. به فرزند و به نزدیکان تأثیر کردن گناه خیلی وزنین است. اگر در این دنیا اینقدر نفس گیرمان کند، در آخرت وای بر حال ما. بیچاره کلینم فریده به دامهای کینه و نفرت شیطان خیلی با عذاب مبارزه میبرد. خودش را گناهکار می‌حسابد. افسوس که آتش نه تنها جای افتیده‌اش را بلکه اطرافش را هم می‌سوزاند. مادر جان پدرم رو انتظار میشویم؟ نمیرویم ها؟ آخر گفته بودی که کودک از تو نیست. از کسی دیگر از گفتی یا اینکه همه ما رو فریب دادی؟ خیز حاضر می روی. خیز این تارو نگاه نکن. خیز رفته نبیرم رو بیار. نبیرم همین قدر عذاب کشید کافیست. یاسین رو گرفته بیار. نبیرم رو گرفته به نزدم بیار. فهمیدی؟ مادر شما نمیفهمید. برای فریده نگاه کردن نمیتوانم. این رو باید پیش از همه این رو گفتن فکر میکردی. باور کنید خودم هم یک ذره باور نمیکردم که کودک از من است. ممکن است به شما یک چیز گویم. اگر ینگم حقیقت را فهمند همان زمان از خانه برآمده میروند. این طور باشد. حقیقت را با او نمیگوید. با او گوید که نتیجه تشخیص حالا نبرآمده است. یک چند روز پس میبراید. او از کجا میفهمد؟ گمان میکنید که دیگر نمیپرسد؟ پسرم با ما یک چند روز کفایه است. مقصدمون او را به خانه آوردن است و بعد یک بلا کرده او را در اینجا نگاه میداریم. فریده خودش هم خواهشی به خانه آمدن را دارد. میخواهد که آشتی شود. روزی عید به خانه میآید. نه من دروغ گفتم نمیتوانم. این خیل باشد از دور تماشا کردن نیستی. امینه هم گم شد. یاسین رو از خود دور کردنی نیستم. رفت از زود فریده رو گرفته بیار. یگان راهی دیگر نداری. بیا میرویم پسرم. مادر جان حاضر پدرم میآیند. بیایید کمی دیگر انتظار شویم. آخر چند ساعت شد انتظاریم.
دیدی که پدرت نمیآید. به خونه بوبویم میرویم. امینه هم میآید. این پدرم است. لبا شرف. فریده در کجایید؟ ما در بیمارخانه‌ایم. تو را انتظاریم. تو در کجایی؟ شما به هیچ کجا نروید. من حاضر میآیم. مایلش. مادر جان گفته بودم که پدرم البته میآید. پسرم. جانکم. پسرم با من نگر. وقتی که میروی برای دیر کردنت او به تو با شبهه مینگرد. باسی رو فوش نکنی ها؟ خیر پسرم. روی راست با او دروغ گویم؟ چه تو امروز یگان بار دروغ نگفتی؟ خودت رو اینقدر فرشته نگیر. چند روز پینو رو در گرم خانه پنهان کردی. هممون رو فریب دادی. پسرم به خاطر ویران نشدنی اویلا دروغ گفتن رواست. خیر پسرم رو پسرم دیر نکن. به آنها به خانه برنگرد. خیر. خواطر شدم نباهد. برای آسوده حالی ما چقدر دروغ گفته ای؟ دیگر هیچ کس ما را از خانه بابات پیش کردن نمیتواند. از این پس تو فرزندی شرف افیگیل حساب میشوی پسرم. البته باید این خبر خوش را به یگان کس گوییم. مثلا به خالای فریده. تو حاضر کمی در خانه همسایه انتظار شد. مادرم زود میآید. من برای خوبی خودمون گفتم. خیریدین. کجایش دروغی مسئولیت آمیز؟ این دروغی فتنه انگیز است. دیگر چیکار کنم خیریدین؟ یا اینکه مثل تو با کسی کردار نشده شینم. اگر یاسین نمی بود گپی دیگر چیکاری که میخواهد کند. لیکن اون نبیرامون میشود و هم وجدانت چل میبردارد. یک روز حقیقت معلوم میشود. یاسین زیق نمیشود. اگر ما نگوییم نمیفهمد. شرف بس نبود که باز مرا به این دروغ شریک کردی. و من گوش کن نباهد. من به این دروغ شریک نمیشوم. همین که فریده از در وارد شد من به او حقیقت را میگویم. چی شد؟ حل کردی؟ نتیجه تشخیص رو عوض کردی؟ به خدا دیگر حاجت به عوض کردن نیست. از روی نتیجه تشخیص پدر کودک 99% شرف فیگیل است. یعنی چی خیر؟ پدر کودک من نیستم مگر؟ نه، اگر شما می بودید نتیجه تشخیص رو عوض می نمودم. آدمم تیار بود. من به اون زن یک دنیا پول دادم. همه خواهشهاش رو اجرا کردم. معلوم می شود که آن مار مرا فریب داده است. شما شکر گویید که آقای تیمور حقیقت انیق گردید. وگرنه تا حال پول دادن را دوام میدادید. فهمایو مادامی که پدر کودک دیگر کس بوده است چرا نزد من آمده زاری و التجا میکرد؟ شاید برای مطمئن نبودنش این کار را کرده است. معلوم می شود که او حالا هم مرا نمیشناسد. بهترش کاردار نشوید. خواسته اتان شد. این موضوع رو محکم کنید. نه، من این طور به آسانی او را به حالش نمیگذارم. برای دروغش جواب میدهد و جزایش را هم میبیند. پدرم میآید. خدا را شکر. من اومدم. کجا شدید پدر؟ از خونوکی شخ شدیم. آمدم پسرم. شما را خیلی منتظر نمودم. یک کاری ضرور برآمد برای همین دیر کردم. بیا چیزهایت رو گیرم. کنی گذارید. همین جاییست. از پس اونها
چی میخواهد؟ لبای با تو گپ دارم. در یگانجا وا خوردنم لازم. حاضر نمیشود، کار دارم. بعد گپ میزنیم. بعد از نیم ساعت در باغ دره کلان شو. با من باش چی گپ داشته باشد؟ با باغ دره کلان. امینه به خونه اومد. با او گفته که من هم میایم. از آشتی شدنتون خرسان شد؟ پدر گبزم پسرم. چرا خاموشید؟ با تو چی شد شرف؟ هیچیز. نتیجه تشخیص رو گرفتی؟ گفته بودی که امروز تیار می شود. بله باید امروز جواب تشخیص تیار می شد، اما رفتم گفتن که بعد از چند روز می برای. اکنون بعد از عید فریده، بعد از عید. ای زودتر هی کن. شرف آرام شو، چرا عصبی می شوی؟ وای به تو، مرا گناهگار نکن. آخر من هیچ چیز نگفتم. حاجت با گفتن نیست، از چشمانت معلوم. پدر جان باز جنجال نکنید. میدونی چی؟ تو ما رو به خانه اکم بر. تو بر آمدنی تشخیص آنجا میمونیم. با خونه بابایم نمیرویم. نمیرویم. تو چی ها میگوی؟ همه شما را انتظارن. مادرم پخت و پس کرده ایستاده است. یاسین باشه چند روز است که به خانه بابایم میرود میگوی. هیچ کم نی. بعد یک چند روز میآییم. فریده تو چیکار انسانی؟ برای چی با من باور نمیکنی؟ دیگر باور نمیکنم. زیرا یک هفته گفته بودی باز یک چند روزی دیگر میگویی. چیکار کنم؟ تیار نباشه چیکار گیرم؟ التماس بس کنه، جنجال نکنه. کاری کرده اد رو دیدی؟ پسرم با من دست نرسونه. دروغ گفتین، باز جدا میشوه. یاسین از هر دویتون هم نفرت دارم. یاسین پسرم یاسین یاسین پسرم شد ایستا مالش آرام قبول داده. دیگر جنجال نمیکنیم گفته. شد پسرم مایلش. مادر جان التماس بیاید به خونه بابایم رویم. امینه رو خیلی پزمان شدم. مایلش تو به هر کجایی که خواهی به همونجا میروی. مایلش رفتیم. پلیز جانکم. میبینم که از بلا نجات یافته مرا پزمان شدی. تو چی کار میکنی؟ آن کودک از کیست بینار؟ البته از تو باز از کی میشون؟ از من بار دیگر میپرسم از کیست؟ و تو گفتم که او پسری توست تیمورا؟ مادامی که پسری من است چرا در نتیجه تشخیص 99% پدر کودک شرف افگیل نوشته شد؟ تو چی بیعقل هستی؟ نتیجه تشخیص را خودت عوض کردی. گفت باز چی میخوایی؟ من عوض نکردم ابله. کسی دیگر این کار را کرده است. این چی خیلی میشود؟ اگر تو عوض نکرده باشی بس کی عوض کرده است؟ اگر خواهی این را از دوستت پرس، از کمال. پولی هر ماه به تو دادم کمی کردی، باز بسیارتر خواستی. با کمال هم فکر شده مرا به بازی در آورده. به شرف او گفت همه را او به پا خیزاند. من دیوانه نیستم که به خودم بلا خرم. من به تو پولی زیاد دادم. آن هم برای کی؟ برای یک کودکی که از من نیست. به خدا قسم میخورم باور کن او پسری توست. من بعد نه تو و نه کودکت را در نزد درم دیدن نمیخواهم، وگرنه قسم میخورم که نیستت میکنم. حیوان. پسرم خوش آمدی.
شرف در کجاست؟ حاضر می آید. نگاه کن که آمده است. وای جیان خوش آمدی. ای نبیره خیلی آفرین خوش آمدید ینگم. خوش باشید یاشر. بیا آیسته. بابایم در کجایم؟ در اتاقش است. حاضر می فراید. پسرم چرا طبیع و خیره است؟ نتیجه تشخیص رو پرسیده جنجال کرد. با خونه یکش رفتنی شد. یاسین گریه کرد بعد به اینجا اومد. اگر فهمد چیکار میکنیم؟ خرمنش تو کوشش کن که نفهمد. بابا جون. یاسین خوش آمدی نبیرم. خوش آمدی. خواب بودید پدر. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. نبیرای من آمده است و نخواد من خواب کنم. دیگر به هیچ کجا نمیرویم. مادرم هم نمیروند. همین خیلی مادر جون. یک اوله کلان میشویم. امینه در کجاست؟ با اونا گفته که من اومدم. امینه پسرم کمی به من گوی برای صحت شدنت در بیمارخانه چقدر خوابیدی؟ امینه هم باید یک چند روز در بیمارخانه خواب کند تا صحت شود. یاسین اتاق خوابت رو ببینیم. کمی ببینیم اتاقت زیبا شده است یا نه؟ با تو معقول می شده باشه؟ بیا پسرم رفتیم جانکی دیدی. خواست رو به جا آوردی. به همه گفتی دیگر تیمور هم به من باور نمی کند. روباهی مکار شرف را به خودت تابع کردی. در اصل خواسته تو شد. به جای اون که تو رو کشد قریب بود من میمردم مبلغ. خودت زنگ زدی. من به تو گفته بودم که دیگر به من کردار نشم. نتیجه تشخیص را چطوری باز کردی؟ من هیچ کار نکردم. پس کی کرده است؟ کی تو را حمایه میکند؟ دیو و عجینه ها؟ من به اینم باوری نداشتم لیکن پدر شرف بوده است. شرفت از سرت ماند. تو را میکشم فهمیدی میکشم. کاری را که تیمور کرده نتوانید من میکنم. از این پس برای کارهای جواب میگویی مار کشم روبا. یاری دیه به من. او به من حمله کرد. شد شلازه شد. من رفتم اینجا بیا. تشکر زیاد. تیمور قراوغلو 99 از 10% پدر کودک است. دیگرش چی؟ ایواز نمودم از این پس پدر کودک شرف فیگل است. باز یک نسخه ایدگر داری؟ نه فقط برای شما کردم. اینها باشد نمونه موی سرش است. خیلی که مسیحت کرده بودیم با کسی دهان نمیکشویی. خواطر نشوید خانم. شکمکش رو سیر نمودم. تشکر شما را زحمت دادم همسویه. ای در نگوی دخترم هر وقتی که خواستی بیا. میلش سلامت باشه. تو بازدید. تو بازدید. ای جونی مادر کنی رفته؟ ای مایمون چایکی من هاپ. لباسایت رو جا بجا کن آخر. باز چی رو انتظاری؟ من در اتاق یاسین میستم. چرا در اتاق یاسین؟ اینجا خانه خودت؟ کنی زود لباسایت رو گذار. به فکرم این طور بهتر است. دخترم چی قدری که خواستی شرف رو زیق کردی.
همه چیز رو به من نقل کرد. من مادرش هستم. دخترم، حالا هم عقلت به سرت نآمده است؟ ها؟ هیچ گپ نه، جواب تشخیص می براید. یک هفته دیگر انتظار شوی هیچ چیز نمی شود. به این هم انتظار شد ایستادم. سلام میشه. سلام. یگان گپ شده است؟ نه هیچ گپ نیست. در دست یاسومن چیست؟ برای یاسین تحفه خریدیم. آنها آمدند. نتیجه تشخیص معلوم گشت؟ در وقتش آمدید. خوراکم نو تیار شد. بیاید دستانتان رو شسته گذاشته شینید. خوش آمد. بیا رفتیم جانم. رفتیم. شرف به نزدم بیا. یشر تو هم بیا. با یاسومن چیزی نگویید. با فکرم او نداند بهتر است. ها؟ باز رفته با فریده نگوید. امیر چی؟ با امیر هم نمیگوییم. او به این هم چیزی رو حس کرده است. حتما میفهمد. با شما چی شده است؟ چی گپ شده است؟ نه پسرم چیزی نیست. بعد با تو هم میگویم. بیاید رفته خوراکم رو خوریم. پسرم تو رفته فریده رو جیغ زن بیاید. یشر تو باشی رفته پدرت رو جیغ زن بیاید. پدر وقت خوراک خوری شد. شما خورید، من سیرم. پدر جان این طور نکنید. التماس پدر، به خاطر من. به این هم هوا خنک شده است. خنک میخورید. پدر جان من با شرف گپ زدم. او همش رو به فریده میگوید. چه خیلی که شما گفتید زندگی با دروغ دیر دوام نمی کند. بیایید رفتیم پدر. با یاسومن هم نفهمد. با شرف گوی که خودی همین روز این کار را حل کند. مایلش پدر حل میکند. شما غم نخورید. بیایید رفتیم. خوب کرد؟ حاضر خوابش برد. خوراک تیار است. من گرسنه نیستم نمیخواهم. فریده باز سر نکن، سخنم را نشکن. من گرسنه نیستم شرف. بدتر همراه یاسین میخورم. شما رفته خوردن گیرید. خودت میدونی. مادر جان. پسرم من همینجایم. مادر جان. آرام شو. تو در اینجا چی کار میکنی؟ مانید به درون به شما میفهمونم. هیچ کجا نمیدروی. به اینم از جانم سر شدم. حاضر چونان داد میزنم کی. خاموش. مرا در نزد دوست و دشمن شرمنده نکن. یک طرفی شد. ایستا من حاضر شرف رو جیغ میزنم. خدا. شرف اینجا به پسرم. ماشینت رو گیر میگویند. راه را محکم کرده است. من در جای هر وقت ماندم. کنیاک رفته بیم. شین شرف من میروم. نه خودت بیا شرف.
камол бо зури ба хона даромад. ба худо ба зур гурехтам. ман дигар дар он хона намеистам. تو دیوانه شدی؟ فریده در همینجاست. تو چی به او هیچ چیز نگفتی؟ این طرف باشد من خودم به او میگویم. مایلش من میگویم لیکن به من مهلت ده. چه خیر مهلت؟ کمال به خانه زده در آمد میگویم. پینار خودت که احوال یاسین رو میدانی و بیمار است. یاسین؟ البته یاسین. یاسین پسرت بوده است تو چرا هونه؟ به تو میگویم که کمال ما را کشتن میخواهد. تو چه خیر پدر؟ مادر جان من گرسنه ماندم. مایلش پسرم حوضی رفته برایت خوراک میارم. مادر جان در آنجا چیکار میکنید؟ آخر خوراکتون خنک شد. آمدم پسرم آمدم. چی شد؟ برای یاسین خوراک میبرم. اشتهایی تو. تشکر ینگه. احسن به او. اگر میفهمیدم خودم تو را صاحب میشدم شرف. چیکار کنم؟ شما را پنهانی بخوانم. فکری خیلی عالی جناب. پینار التماس بس کن. میلش مرا کو پنهانی به خانه در آورده نمیتوانی لیکن کودک را میتوانی. پینار گوش کن شرف. به تو یک چند روز مهلت میدهم. گفتی لیکن اگر نگفتی من خودم آمده میگویم. البته اگر تو پیش از من گویی برای خودت خوب میشود زیرا من انتظار شدن را دوست نمیدارم. پینار نرو. Esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem. Bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem. Bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Deli rüzgar yine vur sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen.